اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. در این درس ما میخوایم برای شما طرز خواندن بعضی از آیات های قرآن کریم را برای شما بفهمانم انشاءالله. خب در سوره هود آیت 41 در اینجا نگاه کنید. امین آیت با 3 لهجه نازل شده است. خب در اینجا نگاه کنید، یعنی در زیر حرف را نگاه کنید یک علامت است. امین علامت یعنی دلالت به این میکند که یعنی ما ایمولا میکنیم. ایمولا یعنی آمیخته کردن، یعنی الدرش کردن با زبان عامیانه، اما یعنی مقصد آمیخته کردن چیزی به چیز. خب گوش کنید. گفتم که این آیت با 3 لهجه نازل شده از مقصد. لهجه اولش همین است که بعد از حرف را حرف الف آمدگی است و را چی دارد؟ حرکتی زبر دارد. چخیل خوانده می شود؟ مجراها مجراها. فهمیدین؟ خب شکل دوم و سومش یعنی ایمالا کردن. یعنی چی؟ اینجا الف خرد است و این باشد یا، حرف یا است. یعنی ما الف را با یا آمیخته میکنیم، یعنی ایمالا میکنیم. هم صدای یا میبرد هم صدای الف. چخیل شکل دومش همین است که 70/30 یعنی 70% ما الف را تلفظ میکنیم و 30% دیگر یا را تلفظ میکنیم. و شکل سومش 50/50 است، یعنی 50% الف را تلفظ میکنیم، یعنی منظور از مقصد 50% مقصد از الف مادیه است. 50% الف مادیه و 50% یا را. پس در اینجا چه خیلی میشود؟ خب مجراها را گفتیم یعنی با الف و حرکت زبر را میگیرد و شکل دوم سوم را گفتیم که هر دوش ایمالا است، فقط اولش 70/30 دومش 50/50. خب ما گفتیم که ما با روایت حفص میخونیم، پس با روایت حفص 50/50 یعنی ایمالای کبرا را مقصد در اینجا مقصد گذاشته شده است که با مقصد ما با ایمالای کبرا میخونیم. یعنی برای اینکه ما با روایت حفص میخونیم باید تمام جا را با روایت حفص بخونیم. یعنی مجراها مثال دیگر روایت است، اما وقتی که 50/50 ما ایمالا میکنیم یعنی 50% الف 50% یا تلفظ میکنیم، اون وقت با روایت حفص میشه. یعنی این را 50/50 را چی میگن؟ ایمالای کبرا. یعنی در روایت حفص ایمالای کبرا میکنیم. یعنی مجریها. دیدین؟ مجریها من الف را با یا آمیخته کردم و صدایش هم خیلی میبرید. مجریها ره مجریها. دیدین؟ این باشد روایت حفص. امین مجریها مقصد خونده می شود، یعنی ایمالای کبرا می شود 50/50. استعیذ بالله. وقال اركبوا فيها بسم الله مجریها. فهمیدین؟ اما راست گپ 70/30 رو من نشنیدم و برای همین برای شما تلفظ کرده نمیتونم. همین دو شکلش رو برای شما تلفظ کردم که یعنی بعد از را الف میآید و رو زبر رو میگیرد مجراها و دومش ایمالای کبرا یعنی 50% الف 50% یا تلفظ میشود. چی میشود؟ و همین 50% یعنی ایمالای کبرا رو 50% الف 50% یا را در روایت حفص مقصد امین خوانده میشود. مقصد مجریها یعنی باید ما مجریها بخونیم، یعنی برای اینکه ما دیگر آیات ها را با روایت حفص میخونیم. و در سوره یوسف آیت 11 در اینجا نگاه کنید. در اینجا در تأمن یک علامت گذاشته شدگی است. در اینجا ما چی میکنیم؟ در اینجا ما اشمام میکنیم. اشمام یعنی در وقت تلفظ کردنش لبا را جمع میکنیم و با پیش میبروریم و در نون کمتر میستی تا که بتونیم لبا تا برآورده مقصد بتونیم که لبا را بروریم. پس بسیار فقط چنین احتیاج در نون ما مقصد میستیم برای اینکه لبا را کمتر بروریم. خب در اینجا من الان برای شما یک
کلیپی رو پخش میکنم، شما از اون بینید، بعدا من برای شما میفهمم انشالله. كذا رميت لنا ما لك لا تأمن على ما لك لا تأمن على يضم الشفتين ضما لا أثر له في الصوت وإنما هو منظر فقط. دیدین یعنی در وقت تلفظش چی کرد؟ لبو رو جمع کرد، کمی به پیش برآورد، بعدم مقصد همین نون رو تلفظ کرد. و نگاه کنین این وقتی که ما تلفظ این رو میکنیم لبو رو هم قدر پیش میبریم تا اینکه در صدا یعنی در تلفظ تغییر نیابد. مقصد در اینجا ما نون رو که تلفظ میکنیم پس باید لبو رو هم قدر براریم که در تلفظ نون یگان خلل نرسد. مثال استعیذ بالله ما لك لا تأمن تأمن تأمن. دیدین در نون که تشدید داره، در نونی که اولش در تشدید یعنی اصل تشدید ده حرف است، اولش ساکن دومش حرکت داره، در همون تشدیدش در همون ساکن دارش مقصد معذرت میخوام در همون ما کم تر میسیم که تا اینکه لبو را براریم. وقتی که لبو برآورده شد بعدا تلفظش میکنیم ما لک لا تأمن. دیدین لبو را هم قدر با مقدار میبراریم که چی شود در تلفظ حرف نون چی نباید یعنی خلل نرسد. تأمن تأمن تأمن. انشالله چیز مشکلی نیست. خب یک طریق دیگر است، من او را هم برای شما نشان میدم. یعنی این بود اشمام، یعنی لب را جمع کرده و پیش برآورده، این بود اشمام. الان راوم، یک چیز دیگر راوم میگن، اون را هم در اینجا برای شما پخش میکنم. هذا هو الإشمام ومن هنا جاء الأسلوب الثاني في نطق هذه الكلمة وهو الروم أو يسميه العلماء الاختلاف، لأنه خفض الصوت في سرعة. نخفض صوتنا عند النون التي هي نون الإعراب تأمن، فيصير النطق هكذا ما لك لا تأمننا على يوسف، يعني نخطف الحرف خطفا ونسرع عنده مع خفض لصوته قليلا. ما لك لا تأمننا على يوسف. این طریق دیگرش بود، یعنی راوم. در اینجا مقصد ما چخل میخونیم با سرعت، یعنی میخونیم در اینجا تأمن است اما در اونجا تأمننا. ما لك لا تأمننا على یوسف تأمننا تأمننا. اما برای ما امین اشمام کافی است و ما امین اشمام رو انشالله میخونیم و امین طرز بهترش یعنی اشمام و راوم طرز بهترش اولاترش امین اشمام است. فهمیدین؟ پس برای ما مقصد راومش لازم نیست، برای ما امین اشمام کافی است. یعنی ما لك لا تأمننا على، یعنی لب رو جمع میکنیم، کمتر در همون نون میستیم تا اینکه بتونیم لب رو براریم به پیش، بعد همون قدر به مقداری ضرورت لب رو میبراریم تا اینکه در تلفظ نون چی نشود، مقصد در همون تلفظ مقصد خلل نرسد. تأمن تأمن. فهمیدین؟ این بود یعنی اشمام. و در سوره انبیا آیت 88 در اینجا نگاه کنین، در اینجا نون کلان است، بعدش چیز در بالا نون خرد نوشته شدگی است. این در اصل نگاه کنین امین نون خرد خوانده می شود، یعنی بعد از نون کلان یعنی نون خرد، مثل که بعد از امین نون یک نون دیگه است، فقط این نون ساکن این باشد حرکت پیش دارد. یعنی چخیل خوانده می شود نون جیل. من برای چی اخفا کردم؟ برای اینکه بعدش چیز حرف جیم است و در بالایش علامت ساکن هم نیست، برای اینکه این نشان به این مقصد دلالت به چی میکند که یعنی ما در اینجا بعدش یا حرف اخفا است یا حرف ادغام، اما در اینجا حرف اخفا است، پس این نون خرد رو ما چیکار میکنیم؟ اخفا میکنیم. پس الان من نشان میدم که مقصد این را به این طرح نیستن اما در اصل چخیل خوانده میشود. در اینجا نگاه کنین، در اینجا این به این شکل است و به این شکل خوانده می شود. بعد از نونی حرکت پیشدار یک نون دیگه از ساکن است و یعنی اخفا کرده می شود، به همین خاطر در بالاش ساکن را نگذاشتم.
یعنی چه خیلی خوانده می شود؟ نونجیل، یعنی همین نونی خورد خوانده می شود، به همین شکل خوانده می شود. دیدین؟ این همینم خواستم برای شما بفهمونم تا اینکه در این حالت برای شما سوال پیدا نشود که آیا این نون رو ما بخوانیم یا نخوانیم. به همین شکل می شود که بعد از نونی که حرکت پیش دارد یا نونی ساکین دار است. فهمیدین؟ در اینجا نگاه کنید، در سوره فصلت آیت 44 در اینجا نگاه کنید این به چه شکل خوانده می شود. من الان برای شما نشان میدیم. نگاه کنید، این در اصل به این شکل است که دو همزه است و هر دوش حرکتی زبر داره، یعنی اعجمیو اعجمیو. فهمیدین؟ یعنی اعجمیو، یعنی در اینجا مقصد یک همزه گذاشته شدگی است و در اینجا یک علامت است مقصد. پس این چه خیلی خوانده می شود؟ این در اصل این به این شکل است، یعنی دو همزه است و هر دویش حرکتی زبر داره، یعنی اعجمیو اعجمیو اعجمیو. بعضی قاری همین خیلی میخونن اعجمیو اعجمیو، یعنی همین هر دو رو به همین صدا میخونن اعجمیو و عربی اعجمیو اعجمیو. فهمیدین؟ یعنی این به همین شکل است که دو همزه است در اینجا در اصل و هر دوش زبر دارد که چه خیلی خوانده می شود؟ اعجمیو اعجمیو. انشالله این را هم فهمیده باشید. و در سوره حجرات آیت 11 در اینجا نگاه کنین، اینجا مقصد حرفی است که زبر دارد و اینجا است همزه وصله و بعدش حرفی ساکن نیست. این رو ما چخیل میخونیم، یعنی وصل این کرده نمیشد. پس چخیل خونده میشد؟ عادی میزه که همزه وصله نیست. چخیل بیئس الاسم بیئس الاسم بیئس الاسم. فهمیدین؟ بیئس الاسم یعنی که میزه که همزه وصله وجود ندارد. بیئس الاسم بیئس الاسم. فهمیدین؟ بیئس الاسم الاسم. فهمیدین؟ این باشد الفی که در لام الف است، این هم همزه وصله دارد. بیئس بیئس الاسم بیئس الاسم. اینها را من خواستم برای شما بفهمونم و همین چیزهایی بودن که مقصد طرز خوندن شما میخواستم برای شما بفهمونم و انشالله امید دارم که درس را فهمیده باشید. جزاک الله خیرا و بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.